سلام، شب شما بخیر. خبرهای ساعت 21. امروز در روز جهانی قدس بار دیگر فریاد حمایت از آرمان آزادی قدس شریف در سراسر ایران طنین انداز شد. مردم روزه‌دار ایران اسلامی امروز در راهپیمایی روز جهانی قدس در قطعنامه‌ای از مظلومان فلسطین و آرمان‌های قدس شریف حمایت کردند. در این قطعنامه با اعلام انزجار از سکوت خفتبار مجامع جهانی در برابر نسل‌کشی رژیم جعلی صهیونیستی بر ادامه حمایت از ملت مظلوم فلسطین و خنثی کردن توطئه معامله قرن تاکید شد. مردم ولایت مدار تهران امروز همچنین با حضور گسترده و پرشور در راهپیمایی روز جهانی قدس با سر دادن شعار شکست معامله قرن و تثبیت آرمان فلسطین، حمایت همه‌جانبه خود از مقاومت فلسطین تا محو کامل رژیم جعلی صهیونیستی را اعلام کردند. امروز مردم روزه‌دار ایران اسلامی این گونه به میدان آمدند تا هرچه فریاد دارند بر سر رژیم جعلی و کودککش صهیونیستی بکشند که سرانش همواره مهر قساوت و شقاوت بر پیشانیشان نقش بسته است. جمعیت خیلی عالی، جمعیت مثل همیشه، مثل هر سال عالی. با جون دل میگی مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا. کور میشه چشماش انشالله. لرزه به تنشون میفته و انکار میکنن و بایکوت خبری میکنن که مردمشون نبینن و مردمشون نترسن. اگه فلسطینی ها این جمعیت رو ببینن چه احساسی بهشون دست میده؟ خوشحال میشن که کسی هست حمایتشون کنه، یار دارن، تنها نیستن. احساسی که میتونن داشته باشن میدونن یک کشور قدرتمندی مثل ایران و مردماش پشتشون هستن. احساس غرور، افتخار. حرف اصلی مردم ایران امروز در روز قدس 98 مردم وفادار به امام خمینی هستند. هیچ غلطی نمیتونه بکنه، نه آمریکا، نه اسرائیل، نه ایالات دیگرشون. بچه‌هامون باید یاد بگیرن و ادامه دهنده این راه باشن. اومدیم خاری باشیم هرچند کوچک تو چشم دشمنای اسلام. ما همه همیشه با هم هستیم، پشت مردم فلسطین هستیم. پیروز میشیم. اسرائیل اینجا میره، اما یه کاری نکنن بعضی کشورهای منطقه ما بعداً خجالت میکشن، سرشون رو میندازن پایین، روشون نمیشه تو روی فلسطینیای عزیز نگاه بکنن. مردم با این سیل جمعیت خودشون تمامی معادلات و معاملات قرن اینها رو به هم خواهند زد. رئیس جمهور با شرکت در راهپیمایی مردم تهران در روز جهانی قدس گفت پیام روز قدس این است که فلسطین همیشه از آن مسلمانان است. حضور مردم در مسئله راهپیمایی قدس یک پشتیبان جدی برای مسئله دفاع از مردم مظلوم فلسطین بوده. مردم مسلمان هیچگاه اجازه جدا شدن سرزمین اسلامی فلسطین رو نخواهند داد. تا مادامی که ظالم تو دنیا هست، مظلوم تو دنیا هست، روز قدس میمانه تا انشاءالله ریشه ظلم رو براندازه. پیام این حضور ملی در دفاع از قدس چیه؟ پیامش به نظرم آزادی خواهیه و اینکه
هیچ انسان نباید بهش ظلم بشه. حق با فلسطین، حق با دنیاست، دنیای اسلام. انشالله همشون هم پیروز میشن. میخوایم بگیم آقا ما تا آخرش ایستاده ایم. پیام مردم ایران به مردم فلسطین اینه که مقاومت کنید و با مقاومت پیروز خواهید شد. ما همراه مردم مظلوم فلسطین هستیم تا آخرین لحظه. پیاممون آشکاره، مبارزه با استکبار. راه قدس از کربلا میگذره. از مردم مسلمان دفاع خواهیم کرد و ان شاء الله اسرائیل را نابود خواهیم کرد. مقاومت الان قوی تری اسرائیل. 100% مقاومت چرا؟ قوی تره دیگه. به چه دلیل؟ مردم پشتشن. قطعاً مقاومت پیروز خواهد شد. مردم فلسطین نامشان را در تاریخ به عنوان مقاومترین ملت ثبت کردند، چرا که پیروزی در نهایت متعلق به ملت فلسطین است. نه ایرانیان به معامله قرن. وحدت و یکپارچگی ایرانیان در برابر توطئه‌های رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار و رفتارهای ظالمانه و استکباری آنها در راهپیمایی روز قدس متجلی شد.
از شما متشکرم. شب بخیر.